شیر اینجاست تا امروز به شیر بچه های ایران زمین اعلام بنماید دور است سگ ترک یکی نر و یکی ماده را امروز شیر مورد تنبیه قرار نمودند، چرا که در حالی که آنان نیمی از عمر خویش را در این کشور انگلستان بودند در صحبت با شیر غافل بودند که بعضی از جاها شیر مجبور به صحبت ترکی با آنان میشد تا متوجه شود آنان چه میگویند. این سگان را رنجاند، چرا که شیر فقط 1 سال در استانبول بوده است و نه پدر و نه مادرش ترک بوده است، اما شیر فرار ترکی صحبت می نماید. دوستان، شیر شما نخبه است. شیر با ذکاوت و با هوش و فروتنی با تنها دهان زخمی را بر این سگان نشاند که احساسم این است که تا 1 ماه گوشه جگرانشان را بسوزاند. شیر ایرانی عقب نمی کشد دوستان. بفرست برای شیرهای پارسی